با عددشناسی میشه تا حدودی آینده رو پیش بینی کرد. ما الان وارد ماه نوامبر شدیم و میخوایم ببینیم که طبق تاریخ تولدمون در ماه نوامبر چه اعدادی برامون بالا میاد و چه انرژی هایی برامون فعال میشه. قبل از اینکه برم سراغ تفسیرها، باید این نکته رو بگم که شما برای شنیدن تفسیرها لازمه که شماره خورشیدتون رو به دست بیارید که فرمولش بسیار آسونه. فقط کافیه که تاریخ تولدتون رو در سایت با حساب در گوگل به میلادی تبدیل کنید و روز و ماه تولدتون رو با هم جمع کنید. انقدر این دو تا عدد رو با هم جمع کنید تا در نهایت به یک رقم برسید و اون عدد یک رقمی میشه شماره خورشید شما. اگه بازم نتونستید که شماره خورشیدتون رو پیدا کنید، لطفاً تاریخ تولدتون رو به میلادی برام کامنت کنید تا بهتون بگم که شماره خورشیدتون چنده. بریم سراغ تفسیرها. اول بریم سراغ خورشید شماره 1. اگه خورشیدتون شماره 1 یعنی عدد امسال شما عدد 1 و عدد این ماهتون هم عدد 3. هیچ ترکیبی به اندازه 1 و 3 خلاقیت نداره و انرژی نداره. این ماه شما یک مغز استثنایی ممکنه داشته باشید که مثل جرقه های رعد و برق هی ایده های مختلف به ذهنتون میرسه. توی هر زمینه میتونه باشه، توی زمینه شغلیتون میتونه باشه، زمینه تحصیلات، روابط، توی هر زمینه میتونه باشه، بستگی داره که تمرکزتون روی چی باشه. اما ذهنتون بسیار خلاقه و ایده های خیلی نابی به ذهنتون میرسه و میتونید از بعضی از این ایده ها استفاده خیلی خوبی بکنید، براشون برنامه ریزی کنید. این عدد 3 که براتون فعال، خلاقیت خیلی زیادی بهتون میده، اما به همون اندازه که بهتون ایده های ناب و خلاقیت میده، به همون اندازه هم عدد سطحیه. یعنی بهتره که اینجوری بگم، خیلی خودمونی بگم، ممکنه از هر ایده یه گازی بزنید و رهاش کنید. یعنی مثلا یه ذره این ایده رو امتحان کنید، بعد برید یه ذره اون ایده رو امتحان کنید. مثل یه توپ شیطونک ممکنه این ماه اینور اونور بپرید و یه حالت سردرگم میتونه بهتون بده. یعنی مغزتون پر از ایده است، پر از خلاقیته، اما نمیدونید به کدوم سمت برید، نمیدونید به کدومش بپردازید بهتره. پس بهتون توصیه میشه که یکم ذهنتون رو مرتب کنید، یک دفترچه بردارید، تمام ایده هایی که به ذهنتون میرسه رو یادداشت کنید و بعد روش فکر کنید و این رو درک کنید که شما اونقدری زمان و انرژی ندارید که بتونید همش رو انجام بدید. باید از بین اون ایده های خوبی که به ذهنتون میرسه یکی دو تاش رو انتخاب کنید، بهترین هاش رو انتخاب کنید و برای اونا برنامه ریزی کنید، برید اونا رو انجام بدید. کلا این ماه مغز شما مثل یه دستگاه پاپکورنه که هی ذرت میترکه و میندازه بیرون. یعنی اون ذرتایی که میترکن در واقع ایده هایی هستن که از مغز شما میان بیرون و میشه گفت خلاقیت الکتریکی دارید. یعنی یهو یه ایده به ذهنتون میرسه و خلاصه از این انرژی خلاقیت میتونید خیلی استفاده کنید و بهتون پیشنهاد میکنم که حتما استفاده کنید، چون ماه‌های بعدی انقدر خلاقیت ندارید که این ماه دارید و یکی از رازهای موفقیت به نظر من داشتن خلاقیت و نوآوریه که این ماه شما خیلی پتانسیلش رو دارید. کلا این ماه میتونه ماه خوبی براتون باشه. عدد 3 نماد شادی، مرخصی، کار نکردن، تفریح، سفر و اینجور چیزا. شاید دلتون بخواد که وقتتون رو با دوستانتون بگذرونید، به تفریح برید، به سفر برید، دلتون بخواد مرخصی بگیرید یا در شرایطی قرار بگیرید که مجبور باشید مرخصی بگیرید و کار نکنید. و میتونه ماه پر انرژی براتون باشه. شما در این ماه برونگرا هستید، بسیار برونگرا هستید و بسیار هم جذاب و کاریزماتیک هستید. دیگران ممکنه خیلی به سمتتون جذب بشن و حتی ممکنه این ماه یه سری جشن‌ها و حالا تولدها و مهمونی‌های اینجوری هم دعوت بشید. ممکنه یه کمی هم کم صبر بشید برای انجام ایده هاتون، برای رسیدن به هدفاتون و این کم صبریه میتونه یه مقدار سطحیتون کنه. یعنی گفتم ممکنه یه ذره از این ایده رو انجام بدید، بعد به خاطر کم صبری و هیجانتون ولش کنید، برید یه ذره یه ایده دیگر رو انجام بدید. این شاخه اون شاخه نکنید. راز موفقیت شما در این ماه همینه، اینکه انرژیتون رو در یک مسیر مشخص هدایت کنید. بریم سراغ کسایی که خورشیدشون شماره 2. اگه خورشیدتون شماره 2 یعنی عدد امسال شما 2 و عدد این ماه شما عدد 4. دوست ندارم اینو بگم، اما شاید هیچ ماهی به اندازه این ماه برای شما به کندی نگذره. خیلی احتمالش زیاده که این ماه خیلی کند و آهسته و شاید حتی با تأخیر بگذره.
در واقع عدد این ماه شما یک عدد کارمیکه، عدد 13 که عدد 13 نماد تأخیره و اصلا کلا حالا 13 رو هم در نظر نگیریم، ترکیب 2 و 4 بسیار میتونه کندی و تأخیر ایجاد کنه یا حتی محدودیت، چون که هم 2 بسیار عدد کندیه و اصلا نماد صبره و بهتون توصیه میکنه که صبور باشید، و هم عدد 4 عددیه که آهسته و پیوسته جلو میره. پس این ماه ممکنه یه مقدار براتون طاقت فرسا باشه، یه مقدار به کندی بگذره، خستتون کنه، بعضی جاها حتی ممکنه ناامید بشید، اما به این احساسات غلبه کنید. یه خوبی که عدد 4 بهتون میده، حالا درسته که به کندی میگذره، اما بهتون انرژی هم میده، بهتون تمرکز هم میده برای انجام کارهاتون. پس از این انرژی استفاده کنید. این ماه استراحت نیست. ماه قبلی احتمالاً به اندازه کافی استراحت کردید و این ماه کاره، ماه انجام وظایفه. شاید اوایل ماه به خصوص یه مقدار گره، مشکل، تأخیر توی کاری که میخواید انجام بدید باشه، اما بهتون توصیه میشه که صبور باشید، مسیر رو عوض نکنید، تسلیم نشید و بدونید که هرچی به آخرای ماه نزدیک بشید حس آزادی بیشتری رو پیدا میکنید و اون موانع و مشکلات هم کم کم برداشته میشن. بستگی به تلاش خودتون داره و مطمئن باشید تلاشی که شما در این ماه انجام میدید در ماه‌های آینده نتیجه این تلاش رو میبینید. شما در این ماه در حال یک پایه‌گذاری هستید، دارید یک چیزی رو برای خودتون بنا میکنید. اینو بدونید که فقط به اندازه یه ماهه، فقط کافی که این یه ماه تحمل کنید و بعد انرژی‌های بهتری رو میتونید در ماه‌های آینده تجربه کنید. بهتون توصیه میکنم که هر زمان که احساس خستگی و فرسودگی کردید به طبیعت برید و قدم بزنید، توی طبیعت باشید. حالا درسته هوا هم یکم سرد شده، اما اگه این کارو بکنید خیلی بهتون آرامش میده و به روح و روانتون کمک میکنه. چون که این عدد در واقع 13، حواستون به سلامتیتون باشه. این ماه ممکنه یه مقدار از نظر جسمی یا از نظر روحی پایین باشید و حس کنید که توانایی انجام کارهاتون رو ندارید. در حد توانتون سعی کنید که وظایفتون رو انجام بدید. اگر مریض هستید خب به اندازه کافی که خوب بشید استراحت کنید و کلا حواستون به سلامتیتون هم باشه دیگه. یعنی مثلا حواستون باشه سرما نخورید و به جسمتون این ماه خیلی رسیدگی کنید. از نظر روابط عاشقانه این ماه چون ترکیب 4 و 2 رو داریم، خب 2 نماد عشق، 4 نماد ثباته، پس روابط شما میتونن پایدار بشن، به ثبات برسن. عدد 4 میتونه نماد خونه هم باشه، پس ممکنه کارهای مربوط به خونه براتون پیش بیاد، مثلا یا خونه‌تون نیاز به تعمیر داشته باشه یا اینکه مثلا به امور مربوط به خونه رسیدگی کنید. برای بعضیا مثلا میتونه خرید خونه باشه. البته چون 2 هست زیاد فکر نمی کنم این ترکیب خیلی برای همه پیش بیاد، مثلا خریدن خونه. بیشتر مثلا تعمیر خونه یا امور مربوط به خونه است، یا این که ممکنه اعضای خانواده از نظر روحی و روانی بخوان به شما تکیه کنن. بریم سراغ کسایی که خورشیدشون شماره 3. اگه خورشیدتون شماره 3 یعنی عدد امسال شما عدد 3 و عدد این ماهتون عدد 5. ترکیب 3 و 5 بسیار ترکیب پر انرژیه و روحیات 3 و 5 خیلی به هم شبیه. جفتشون بی‌مسئولیتن، جفتشون پر انرژی‌ان و جفتشون دنبال آزادی‌ان. پس این انرژی ها این ماه براتون ممکنه خیلی زیاد بشه. انرژیتون که خیلی زیاد میشه، برونگرا میشید، شوخ طبعیتون بیشتر میشه، حواس پرتیتون ممکنه خیلی بیشتر بشه. پس توی کارهاتون خیلی دقت و تمرکز داشته باشید. یعنی حواستون رو جمع کنید، متمرکز بشید روی کاری که دارید انجام میدید که اون حواس پرتی ها یه وقت کار دستتون نده. این ماه ممکنه یه مقدار مودی و بیقرار بشید، چون عدد 5 عدد بیقراریه و عدد 3 هم عدد آرومی نیست. پس ممکنه یه مقدار یه سری بیقراری ها رو تجربه کنید و اینکه ممکنه یه مقدار کم صبر بشید و توی روابطتون هم ممکنه دچار سوء تفاهم بشید. یعنی سعی کنید که دقت داشته باشید و اون حواس پرتی ها باعث نشه که یه سری حالا سوء تفاهم ها در روابطتون ایجاد بشه. عدد 5 نماد تغییرات، سفر و هیجاناته. ممکنه این ماه به یک سفر برید، مثلا به یک سفر غیر منتظره برید یا چندین سفر برید، یا اینکه محل کار، محل سکونت یا
حتی دیدگاهتون تغییر کنه. به هر حال یک تغییری میتونه اتفاق بیفته، یا تغییر یا سفر، و احتمالش خیلی زیاده. یا اینکه ممکنه مثلا یک دوست قدیمی که خیلی وقت بود ازش خبر نداشتید باهاتون تماس بگیره، باهاتون ارتباط برقرار کنه. و خلاصه این ماه میتونه ماه غافلگیری ها باشه. و چون عدد 5 عدد بی‌ثباتیه، این ماه ممکنه امور طبق برنامه ریزیتون پیش نره. اون چیزی که براش برنامه ریزی کردید حالا یا ممکنه کنسل بشه، یا مثلا زمانش عوض بشه، یا مکانش عوض بشه. سعی کنید که به زور چیزی رو جلو نبرید، با جریان زندگی جلو برید و بدونید که این تغییراتی که عدد 5 ایجاد میکنه شما رو در زمان مناسب و در مکان مناسب قرار میده. بریم سراغ کسایی که خورشیدشون شماره 4. اگه خورشیدتون شماره 4 یعنی عدد امسال شما 4 و عدد این ماهتون عدد 6. ترکیب 6 و 4 باعث میشه که همه چیز در مورد خونه، خانواده و روابط باشه. هر نوع رابطه‌ای، دوستانه، همکار، عاشقانه، روابطی که نزدیک هستن. و هم عدد 4 خیلی تکیه‌گاهه و هم عدد 6 و این باعث میشه که این ماه مسئولیت‌های شما خیلی زیاد بشه، خیلی تکیه‌گاه بشید. چه در خانواده تکیه‌گاه بشید، چه در شغلتون تکیه‌گاه بشید، مسئولیت‌هاتون چه در خانه زیاد بشه، چه در شغلتون زیاد بشه. مثلا ممکنه یه ارتقای شغلی بگیرید یا یک وظیفه‌ای بهتون محول بشه و وظایف و مسئولیت‌هاتون این ماه خیلی زیاد میشه. و بهتون توصیه میشه که به وظایف و مسئولیت‌هاتون عمل کنید و این ماه انرژی بذارید. اگر جایی نیازه فداکاری کنید، به خصوص در حق خانواده، و بدونید که در ازاش عشق و پاداش دریافت میکنید. مسئولیت پذیری شما باعث میشه که این ماه خیلی مورد تقدیر و احترام قرار بگیرید و مسئولیت پذیر بودنتون، تکیه‌گاه بودنتون خیلی توجه دیگران رو میتونه جلب کنه. و از نظر شغلی و مالی هم میتونه ماه خوبی براتون باشه، چون این مسئولیت پذیریه، این زیاد شدن مسئولیت ها و وظایف در کنارش میتونه موفقیت های مالی هم بهتون بده. ممکنه این ماه به خاطر وظایف زیادی که دارید بعضی وقتا خسته بشید، اما بهتون توصیه میکنم که انرژی بذارید و اون کارهایی که به دوشتون افتاده رو انجام بدید. هرچند جوری نباشه که به خودتون آسیب برسه، یعنی حواستون به خودتون هم باشه، در حد توانتون کارهاتون رو انجام بدید، نه در حدی که به مثلا سلامت جسمانیتون آسیب برسه. این ماه احتمالاً در مورد خانواده و روابطتون احساس امنیت بیشتری میکنید. روابطتون به ثبات و پایداری بیشتری میرسه، چون 4 نماد ثبات و پایداریه و 6 هم نماد روابط و خانواده است. ممکنه امور مربوط به خونه براتون پیش بیاد، مثلا تعمیر خونه یا تزیین خونه، یا مثلا گل کاشتن مثلا توی باغچه. حتی الان که دیگه پاییزه، ولی خب کلا عدد 6 نماد گل و گلکاری و باغبونی و اینا هم هست. یا شاید بخواید محیط داخلی خونتون رو با گل و گیاه تزیین کنید یا هر تزیین دیگه ای انجام بدید. یا ممکنه تمایل داشته باشید که مهمونی بدید. یا اینکه برای بعضی ها میتونه نماد پدر یا مادر شدن باشه، چون عدد 6 نماد والدین هم هست و عدد 4 هم نماد خونه و خانواده و کانون گرم خانواده است. پس این پتانسیل ها رو این دوتا عدد میتونن ایجاد کنن. فقط تنها چیزی که هست اینه که ممکنه توی محیط کارتون یا حالا هر جای دیگه توی روابطتون با یه شخصی که خیلی وقت بوده مثلا باهاش مشکل داشتید یا روابط بینتون خیلی اوکی نبوده، ممکنه اون تنشه دوباره بالا بگیره، که بهتون توصیه میشه که دیپلماسی داشته باشید و سیاست داشته باشید. با اون انرژی هماهنگ کنندتون جلو برید، با اون انرژی متقاعد سازیتون جلو برید و به این تنش دامن نزنید. بریم سراغ کسایی که خورشیدشون شماره 5. اگه خورشیدتون شماره 5 یعنی عدد امسال شما 5 و عدد این ماه شما عدد 7. البته نه یه 7 معمولی، در واقع 16 که یک عدد کارمیکه و میتونه این ماه رو برای شما یه مقدار عجیب غریب کنه. عدد 5 خب نماد تغییراته، نماد تحوله، و عدد 7 به خصوص 7 که از طریق 16 حذف شده، این 16ش میتونه نماد فروپاشی باشه و نابودی کهنه و تولد جدید باشه. عدد 7 عدد درونگرایه. این ماه تمرکز شما به سمت درون برمیگرده و چون که عدد 5 رو دارید که بسیار کنجکاو، ماجراجوه و دوست داره توی همه چی سرک بکشه،
وقتی که با این 7 معنوی ترکیب میشه، اون کنجکاوی شما رو به سمت معنویت میبره، به سمت، حالا میتونه معنویت باشه، میتونه خودشناسی باشه، رشد و پرورش استعدادهای درونیتون باشه، به هر حال هرچی که هست مربوط به خودتونه، مربوط به درون خودتونه. و این ماه خیلی کنجکاو میشید که برید خودشناسی انجام بدید، به روحتون رسیدگی کنید، در مورد جایگاهتون در جهان هستی ممکنه سوالاتی براتون پیش بیاد. و این فروپاشی که حالا عدد 16 براتون میاره، میتونه به احتمال خیلی زیاد در مورد خودتون باشه، یعنی یک عقیده‌ای در مورد خودتون فرو بریزه. مثلا حس کنید که این کاری که تا الان انجام میدادید کار اشتباهی بوده و از این به بعد نباید انجامش بدید. یا میتونه حالا توی هر زمینه‌ای باشه، چون عدد 5 دامنش خیلی گسترده است و این ماه میتونه براتون به صورت یک تغییری باشه که این تغییر باعث فروپاشی یک چیزی میشه، یعنی یک تحولی که میتونه خیلی زیر و رو کنه. حالا میتونه در مورد شغل باشه، در مورد روابط باشه، در مورد عقاید خودتون باشه. 5 واقعا قابل پیش بینی نیست، اما به احتمال خیلی زیاد میتونه در مورد عقیده و دیدگاهتون باشه، چون عدد 5 گفتم خیلی کنجکاوه، از اون طرف عدد 7 هم خیلی کنجکاو و جستجوگره و وقتی که این دوتا با هم ترکیب میشن یک انرژی بسیار زیادیه که باعث میشه شما برید و جستجو کنید در مورد موضوعی که بهش علاقه دارید، که چون اینجا 16 رو داریم به احتمال 80% موضوعات معنویه. حتما به این جستجو بپردازید. مسائل مالی، مسائل روابط، اینا رو بذارید برای ماهای بعد. این ماه وقتشه که اون جستجوه رو انجام بدید و حتی این 16 میتونه بهتون کمک کنه که به یک بیداری معنوی برسید، دیدگاهتون در مورد یک موضوعی تغییر کنه، دیدگاهتون نسبت به زندگی تغییر کنه. سعی کنید که با خودتون صادق باشید، نقطه ضعفاتون رو شناسایی کنید، باهاشون روبرو بشید، برای اصلاحشون برنامه ریزی کنید و اقدام کنید و کلاً این ماه تمرکز رو کاملاً بذارید روی خودتون. بریم سراغ کسایی که خورشیدشون شماره 6. اگه خورشیدتون شماره 6 یعنی عدد امسال شما عدد 6 و عدد این ماهتون عدد 8 و این ترکیب 6 و 8 میتونه ترکیب خیلی خوبی باشه برای امور مالی و امور شغلی. این ماه سعی کنید که انرژیتون رو روی کسب درآمد، امور شغلی و امور مالیتون بذارید و ممکنه در این ماه پاداش تلاش‌های گذشته‌تون رو ببینید، یعنی هر چقدر که در طول 7 ماه گذشته تلاش کردید، این ماه ماه برداشت اون تلاش هاست و این بستگی به خودتون داره. ببینید عدد 8 نماد کارماه و کارما به این معناه که هر تلاشی که انجام دادید، هر کاری که کردید، هر چی که کاشتید رو برداشت میکنید. پس برای کسایی که تلاش صادقانه انجام دادن و بذر خوب کاشتن، این ماه میتونه ماه پاداش ها باشه. برای بعضیا که تلاشی نکردن یا بذر خوبی نکاشتن و حالا یک کارمایی برای خودشون ایجاد کردن، ممکنه این ماه روبرو شدن با نتایج اون بذرهایی باشه که کاشتنش. پس همه چیز بستگی به خودتون داره، اما در کل از نظر مالی، از نظر برکت، این ماه میتونه ماه خیلی خوبی باشه. به امور مالیتون رسیدگی کنید. اگه دوست دارید جایی سرمایه گذاری کنید، با دقت و با بررسی تمام جنبه ها این سرمایه گذاری رو انجام بدید، یعنی منظور اینه که بیگدار به آب نزنید. و امور مربوط به بدهکاریاتون، طلبکاریاتون، هر چیزی که هست رو این ماه میتونید بهش رسیدگی کنید. از نظر امور عاشقانه هم میتونه این ماه خوبی باشه، میتونه مطلوب باشه و روابط عاشقانه‌تون میتونن تقویت بشن. بریم سراغ کسایی که خورشیدشون شماره 7. اگه خورشیدتون شماره 7 یعنی عدد امسال شما 7 و عدد این ماهتون عدد 9. ترکیب 7 و 9 میتونه ترکیب سنگینی باشه از نظر احساسات و عاطفه. خب عدد امسال شما که 7 بود نشون میداد که شما در طول این سال، یعنی در ماه‌های گذشته، تمرکزتون رو روی خودتون گذاشتید و روی رشد درونی، روی رشد شخصی، روی رشد معنویتون تمرکز کردید و احتمالاً دیدگاه شما نسبت به چیزی عوض شد، دیدگاه شما نسبت به زندگی عوض شد و خلاصه از نظر روحی رشد زیادی داشتید امسال.
و الان که در یک ماه 9 قرار دارید، یعنی در پایان یک چرخه 9 ماه قرار دارید، دیگه این پرونده باید تکمیل بشه. یعنی اون سفر خودشناسی، اون سفر معنوی که شما داشتید دیگه این ماه داره کم کم جمع میشه و شما کم کم دارید به یه نتیجه میرسید، به یه دیدگاه روشنی میرسید، به یک عقیده ثابت و پایداری میرسید. حالا چه در مورد خودتون، چه در مورد عقاید معنویتون، چه در مورد حالا رشدتون توی زندگی، در هر زمینه میتونه باشه. و خلاصه بهتر که این ماه هم این کارو بکنید، یعنی یک مروری بکنید، یک بازنگری بکنید در مورد عقایدتون، در مورد دیدگاهاتون و دیگه اون چیزهایی که باید رها کنید رو دیگه این ماه رهاش کنید. یعنی اون ضربه آخر رو بزنید، اون تکوندن آخر رو انجام بدید، به خصوص در عقایدتون، در دیدگاهاتون. و حتی در روابط ممکنه به این نتیجه برسید که رابطتون چه رابطه عاشقانه باشه، چه همکار باشه، چه حتی خانوادگی باشه، یا حتی استادتون باشه، هر کسی اگر حس میکنید که دیگه این رابطه باید رها بشه، باید تموم بشه و پروندهش بسته بشه، ممکنه این ماه تصمیم بگیرید که این کار رو بکنید. از نظر عاطفی میتونه ماه سختی براتون باشه، چون رها کردن چیزهای قدیمی میتونه سخت باشه، چیزهایی که خیلی وقت بهشون عادت کردیم. و از نظر شغلی و مالی هم ممکنه یه مقدار شغلتون راکت بشه، درآمدتون مثل همیشه نباشه. نمیخواد به امور مالی بپردازید این ماه، به خودتون بپردازید، به اون پاکسازی هایی که باید انجام بدید، به اون بازنگری هایی که باید انجام بدید. و نکته دیگه که هست اینه که عدد 7 که عدد امسالتونه میتونه حس تنهایی بده، حس یه مقدار افسردگی بده. و عدد 9 هم خب نماد پایانه. ممکنه این ماه شما خیلی احساس تنهایی کنید، ممکنه توی روابطتون به چالش بخورید، روابطتون یه مقدار شکننده بشن و بعضی از روابطتون حتی ممکنه مورد آزمایش قرار بگیرن. یعنی اگر روابطتون به خصوص روابط عاشقانه این ماه دچار چالش شد، باید ببینید که این رابطه و این چالش چجوری میگذره، چون که در واقع این یک آزمایشه. اگر این رابطه بتونه موفق و سربلند از این آزمایش و از این چالش بیرون بیاد، میتونید روی پایدار بودن اون رابطه حساب باز کنید. اما اگر تموم بشه، باید اینو بدونید که دیگه وقتش بوده که تموم بشه. چون که ممکنه درآمد شما این ماه یه مقدار پایین بیاد، پس روی خرج و مخارجتون دقت کنید، تعادل برقرار کنید، ولخرجی نکنید و برنامه ریزی برای امور مالی رو به یک ماه دیگه منتقل کنید. بریم سراغ کسایی که خورشیدشون شماره 8. اگه خورشیدتون شماره 8 یعنی عدد امسال شما عدد 8 و عدد این ماهتون عدد 1. البته یکی که از طریق 19 به 1 رسیده. در واقع عدد این ماه شما 19 و 19 یک عدد کارمیکه. ترکیب 1 و 8 ترکیب بسیار قدرتمندیه و این ماه به شما قدرت میده. حتی 19 که کارمیکه، درسته یک عدد کارمیکه، اما قدرت بسیار بالایی داره در خودکفا بودن، در مستقل بودن، در انجام کارهاش. پس این ماه هرچی هی جلوتر میرید، هرچی این ماه براتون جلوتر میره، انگیزتون بیشتر میشه، بیشتر تمایل پیدا میکنید که زندگی خودتون رو به دست بگیرید و حتی ممکنه بعضی جاها خودمحور بشید، لجباز بشید. سعی کنید که حالا درسته این انرژی رو دارید و حس میکنید که باید امور زندگیتون رو به دست بگیرید، اما وارد اون حالت خودمحوری نشید. یعنی یک حالتی که خودتون میدونید چی درسته، یه حالتی که دیگران حق ندارن دخالت کنن. درسته دیگران حق ندارن توی زندگی شما دخالت کنن، اما شما این رو به این صورت ممکنه این ماه اجرا کنید که کسی کمکتون هم نکنه، حمایتتون هم نکنه و یه حالت لجبازی اینجوری ممکنه پیدا کنید. یا میتونه این شکلی باشه، یعنی خودتون لجبازی کنید، یا اینکه این ماه مورد حمایت قرار نمیگیرید. یعنی چون یک جنبه کارمایی داره، ممکنه این ماه کسی نباشه حمایتتون کنه، یا اگرم کسی باشه در شرایطی نباشه که بتونه شما رو حمایت کنه یا بهتون کمک کنه در هر زمینه‌ای و شما مجبور میشید که خودتون به خودتون تکیه کنید و روی پای خودتون وایسید و بهتون هم توصیه میشه که همین کار رو بکنید این ماه و سعی کنید که شجاعت داشته باشید، اون مسیری که حس میکنید براتون درسته رو جلو برید، توش قدم بذارید و این ماه از نظر شغلی، از نظر کاری، مالی
میتونه براتون ماه خوبی باشه، انرژی و انگیزه زیادی دارید. ممکنه کم صبر بشید، ترکیب 1 و 8 بسیار کم صبره و حتی ممکنه پرخاشگر هم بشید. پس حواستون به پرخاشگری باشه. سعی کنید که دیپلماسی رو حفظ کنید. استعدادهای متقاعد سازی رو درون خودتون حفظ کنید و از طریق زور و اجبار و اعمال زور و از طریق پرخاشگری سعی نکنید که به اهدافتون برسید. حتی ممکنه این ماه با فرصت‌های جدید روبرو بشید، فرصت‌هایی که برای شغلتون خوب باشه، یا حتی اگر در رابطه‌ای نیستید ممکنه فرصت‌های عاشقانه خوبی سر راهتون قرار بگیره. و اگر هم در رابطه هستید ممکنه یه مقدار بالا پایین توی روابطتون داشته باشید، چون شما در اوج انرژی هستید و ممکنه طرف مقابلتون در این اوج انرژی نباشه و نتونه انتظاراتی که شما دارید رو برآورده کنه و این میتونه باعث ایجاد یه سری مشکلات بشه. برای همین بهتون توصیه میکنم که توی به خصوص رابطه عاشقانه‌تون صبورتر باشید و درک کنید که شاید طرف مقابل شما به اندازه شما انگیزه و انرژی نداشته باشه، شاید اون یک عدد دیگه براش فعال شده و روحیات شما رو نداشته باشه. چون که عددتون 19 و ترکیب 1 و 9 رو داریم، اولویت رو بذارید برای تکمیل کارهای قدیمی، نه شروع کارهای جدید. یعنی اگر کار قدیمی دارید اول اون رو کامل کنید، بعد برید یک کار جدید رو شروع کنید. یا توی امور مالی اگر بدهکاری دارید بهتره که اون بدهکاری رو پرداخت کنید، نه اینکه یک کاری کنید که دوباره طلبکار بشید. به این موارد دقت کنید، چون این عدد 9 ارتعاشش همچنان با شما هست. بهتره که هر چی که باقی مونده رو دیگه تکمیلش کنید. توی روابطتون به خصوص رابطه عاشقانه شما ممکنه یه مقدار قضاوتگر بشید، یه مقدار بدبین بشید، کم تحمل بشید و حتی شاید تصمیم بگیرید که رابطتون رو مورد آزمایش قرار بدید که خب میگم اون درک رو حتما داشته باشید و صبوری هم به خرج بدید. بریم سراغ کسایی که خورشیدشون شماره 9. اگه خورشیدتون شماره 9 یعنی عدد امسال شما 9 و عدد این ماه شما عدد 2. خب ترکیب 2 و 9 ترکیب سنگینیه از نظر عاطفی به خصوص و این ماه شما حالا بذارید جنبه مثبتش اول بگم، شهودتون بالاتر میره، حس ششمتون قوی تر میشه و میتونید با اون یک راهنمای خوب بهش تکیه کنید. همین بالا رفتن شهود و حس ششمتون باعث میشه که افکار و احساسات دیگران رو به صورت درونی درک کنید و بفهمید که کی به چی فکر میکنه، چه احساساتی داره و اصلا کلا این ماه خیلی انرژی ها رو دریافت میکنید و این باعث حساس شدن و زودرنج شدن شما میشه. ممکنه زیادی به حرفای دیگران توجه کنید، زیادی به این فکر کنید که دیگران در مورد شما چه فکری میکنن و روی رفتار دیگران، گفتار دیگران خیلی حساس بشید. یعنی کوچکترین حرف و کوچکترین عمل از دیگران میتونه باعث ناراحتی شما بشه. سعی کنید که روحتون رو قوی کنید، زیاد تسلیم این زودرنجیه نشید و با کارهایی مثل مدیتیشن، مثل یوگا میتونید آرامش رو به خودتون برگردونید، چون این ماه یه مقدار از نظر روحی ممکنه بالا پایین داشته باشید و بهتره که هر کاری که لازمه انجام بدید که آرامش و ثبات رو به خودتون برگردونید. حتی انجام کارهای هنری مثلا نواختن موسیقی یا گوش کردن به موسیقی میتونه براتون خیلی لذت بخش و آرامش بخش باشه. انرژی شما این ماه نسبت به ماه گذشته یه مقدار پایین تره و شاید یه مقدار احساس فرسودگی کنید، احساس خستگی کنید. هیچ اشکالی نداره، استراحت کنید، هر کاری که لازمه برای آرامش خودتون انجام بدید و به خصوص از نظر جسمی این ماه حواستون به خودتون باشه، کارایی نکنید که سیستم ایمنیتون رو ضعیف کنه. مثلا مشروبات الکلی مصرف نکنید، سیگار، قلیون، غذاهای چرب. سعی کنید که خیلی حواستون این ماه به سلامتیتون باشه. از طرفی ترکیب دیگه که 2 و 9 میتونه بده اینه که ممکنه افرادی بیان و پیش شما درد و دل کنن و از شما درخواست کمک کنن، به خصوص کمک‌های روحی و روانی. یعنی از شما مشورت بخوان درد و دل کنن باهاتون، مشکلاتشون رو با شما در میون بذارن و خوبه که بهشون کمک کنید و یا حتی ممکنه تمایل به انجام کار خیر هم داشته باشید. روابط عاشقانه میتونه براتون مطلوب باشه به شرط اینکه اون حساسیت و زودرنجی رو زیاد تقویتش نکنید. یعنی روابط عاشقانه میتونه خوب باشه اما به خاطر حساسیت و زودرنجی شما میتونه شکننده هم بشه و یا مورد آزمایش قرار بگیره.
من همیشه میگم که وقتی عدد 2 میاد یعنی صبر اومده و نماد صبره و ما باید صبور باشیم. پس این ماه تأکیدتون رو بذارید روی صبور بودن و بدونید که این ماه میگذره، ماه بعدی میتونه براتون خیلی بهتر باشه و هیچ اشکالی نداره کاراتون رو به آرومی جلو ببرید، به آرامش خودتون بپردازید و صبور باشید در برابر هر چیزی که پیش میاد یا هر چیزی که داره به کندی میگذره. صبوریتون رو حفظ کنید. این هم از پیشبینی ماه نوامبر بر اساس شماره خورشید. امیدوارم که مفید بوده باشه و استفاده کرده باشید. اینو بدونید که من هر ماه پیشبینی های اون ماه رو در کانال قرار میدم. پس حتما این کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از آپلود ویدیوهای بعدی با خبر بشید. و یک نکته خیلی خوب، در واقع یک خبر خیلی خوب، من توی پیج اینستاگرامم به این آدرس اعداد روزانه هم میذارم، یعنی شما میتونید بفهمید که عدد امروزتون چیه و طبق اون روزتون رو جلو ببرید. پس حتما پیجم رو فالو کنید و از اعداد روزانه هم استفاده کنید.